های گایز، چطورید بچه ها؟ امیدوارم حالتون خیلی زیاد خوب باشه. من نارسیسم، به چنل نرگال خیلی خوش اومدید. آقا چه خبرها؟ 6 آبان رو یادتونه؟ ماه گرفتگی داشتیم ساعت 23 و نمیدونم چند دقیقه. دانشگاه ما هم تصمیم گرفت که بچه ها رو ببره رصدخونه دانشکده پزشکی تا از نزدیک شاهد ماه گرفتگی باشن. منم چون باشگاهمو به هیچ کس و هیچ چیز نمیفروشم، یکی از بچه‌ها گفتم که براتون یه ولاگ بگیره و همینطور که میبینید اصلا این رفیق ما خیلی واردتر از منه برای ولاگ گرفتن. بچه ها داریم میریم سمت سالن آمفی‌تئاتر. بچه ها اینا پله. اینجا بچه ها وارد سالن شدن تا براشون از ماه گرفتگی بگن، اما همونطور که خودتون دارید میشنوید دارن بیشتر به مدگل تیکه میندازن تا بخوان در مورد ماه گرفتگی صحبت کنن. منفعتی در این هست که به ما بگن که زمین اینجا بچه‌ها رو برن داخل رصدخونه تا بتونن ماه گرفتگی رو ببینن، اما میگن که هیچ گونه فیلم و عکسی نباید از اینجا خارج بشه. منم وقتی که ویدیو رو میبینم تصمیم میگیرم که خودم براتون از یوتیوب ویدیو ماه گرفتگی رو پیدا کنم و بذارم. مثل این که همه خانواده های ایرانی به این اصل پایبندن که در کنار تجربی باید هنر رو هم ادامه بدیم. اینجا یکی از بچه های سمج و هنرمندمون میاد که با گیتارش هنر نوازی کنه، اما خب در طول ویدیو میبینیم که حراست حیفلش نمیکنه و این آقا هم به محض این که حراست میره در جایهای مختلف دانشکده گیتارش رو پهن میکنه و حراست رو به تخمانش هدایت میکنه. از دانشکده پزشکی میان بچه‌ها میگن که برای مشتری باید صف بکشید و تا بتونید مشتری رو هم ببینید، اما بچه‌ها میگن مشتری اصلا جذاب نیست. مگه میشه؟ چجوری مشتری جذاب نیست؟ گفتم قلب سنگیت از این چی نمیترسه، لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمیگردم، لعنت به اون شب که تو صبح گریه میکردم. میشه درم فراموشم میکنی حتما، اگه عاشقت میدم سخت نیست، لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. روز نفس خودم دم رفتم همش، دلشوره میگیره تو روز زرم دلشوره امیدم سخت نیست، لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو، به قول میدم سخت نیست، لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. اینجا حراست میاد به بچه‌ها میگه که اوکی میخواین گیتار بزنید ولی حق ندارید شاد بخونید. What the fuck؟
به هر حال اینم از مینی ولاگ امروز. امیدوارم که خیلی زیاد خوشتون اومده باشه و اینکه لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه که یه عالمه به من انرژی میده. اینستای منم این بالا میاد، حتما فالو کنید و عکس هایی که تونستیم از اونجا به دست بیاریم براتون آخر ویدیو قرار میدم. مثل همیشه دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. فعلا.